سلام به همه شطرنج دوستان عزیز من. درس امروزمون اختصاص داده شده به الگوهای ماتی و چگونگی دفاع در مقابل آنها. امروز تمرکز داریم به وضعیت هایی که چه وقت میتونیم شاه حریف رو مات کنیم. خب در اینجا میبینیم که ما در حال حمله ایم. شاه حریف در معرض حمله قرار گرفته چون نتونسته قلعه بره و ما مهره های فعال و آماده به حمله بیشتری داریم، مثلا وزیر، اسب و رخ که کاملا آماده به حمله به شاه حریفه. الگوهای ماتی استاندارد و شناخته شده اینجا جواب نمیده. مثلا اگه وزیر رو به D8 ببریم و کیش، خب درسته که شاه جای رفته نمیتونه، ولی با رخ میتونه وزیرمون رو بزنه. و اگر هم با وزیر به E7 کیش بدیم، شاه به G8 میره، و اگه با وزیر به E8 دوباره کیش بدیم، هم شاه به H7 میره و فرار میکنه. درسته که سفید بهتره، ولی کیش و مات نتونستیم. پس چیکار کنیم تا از فرار شاه حریف جلوگیری کنیم؟ ما باید با رخ در E8 کیش و قربانی رخ انجام بدیم تا شاه که نمیتونه به جای بره مجبور بشه رخ در E8 ما رو بزنه تا ما بتونیم با وزیر در E7 به کمک اسبمون حریف رو کیش و مات کنیم. پس در پوزیشنی که سرشار از تاکتیکا هست باید کیش های احتمالی رو در نظر بگیریم. در این پوزیشن سیاه مزیت ماتریالی بهتری نسبت به ما داره و اون یه رخ اضافه است، ولی متاسفانه شاهش در حالت اسفبار و در خونه C5 قرار داره که کاملا توسط مهره های ما و مهره های خودی محدود شده که نشانه از احتمال کیش و مات شدنش در آینده است. ولی در حال حاضر تمام خونه های اساسی و کلیدی که بتونیم باهاش حریف و کیش و مات کنیم در کنترل حریفه. مثلا خونه D5 تحت کنترل حریفه، پس نمیتونیم با رخ در D5 کیش و مات کنیم، یا حتی نمیتونیم با اسب در D3 کیش بدیم چون حریف هم میتونه شاهش رو به D5 ببره و هم میتونه با فیلش اسبمون رو بزنه. همچنان خونه D6 هم که اگر اسب حریف در B5 نمی بود میتونستیم با وزیر کیش و مات کنیم، پس یعنی که این کار هم غیر ممکنه. ولی اگه دقت کنید متوجه میشیم که اگر اسب بیچاره ما بتونه بره به خونه A6، یک کیش و مات عالی میتونه صورت بگیره، ولی این خونه رو هم که وزیرمون گرفته، پس ما میتونیم با ایده رفتن وزیر از این خونه و بعد با کیش اسبمون در A6 طرحی خطرناک داشته باشیم، ولی ما که نمیتونیم وزیر رو به هر خونه ببریم. مثلا اگه ما با وزیر به C8 بریم و حریف با رخش وزیرمون رو بگیره، در این صورت کیش اسب ما در A6 فایده نداره چون شاه میتونه بره به C6 و هیچی گیرمون نمیاد. پس باید کاری کنیم که هم A6 خالی بشه و هم C6 رو در کنترل داشته باشیم تا شاه نتونه فرار کنه و کیش و مات بشه، و اون کار رفتن وزیر به C6 هست تا حریف مجبور بشه با گرفتن وزیرمون توسط فیل و یا پیادهش این خونه رو از دسترس شاهش خارج کنه تا بعدش ما بتونیم با اسبمون در A6 حریف رو کیش و مات کنیم. در این پوزیشن جالب دیگه باز هم میبینیم که ما در حال حمله هستیم چون رخمون در حال کنترل ستون H هست، ولی از اونجایی که شاه حریف خونه H8 رو تحت کنترل داره نمیتونیم فعلا زیاد ازش سودی ببریم. ولی چون اسب ما در F5 خیلی نزدیک به شاه حریف شده و در حال کنترل کردن خونه های G7 و مخصوصا خونه E7 هست که برای ما خونه خیلی مهمیه، چون فرض مثال اگه شاه حریف به خونه F8 بره و یا در خونه F8 می بود، ما میتونستیم با رخمون در H8 حریف رو کیش و مات کنیم، چون که شاه نمیتونه به خونه E7 بره و این خونه E7 توسط اسب ما تحت کنترله. در نگاه اول که ظاهرا وزیرمون در B4 از شاه حریف دوره، ولی میتونه با رفتنش به F8 حریف رو مجبور کنه تا وزیرمون رو با شاه و یا با رخش بگیره. و اگر فرض مثال با شاه وزیرمون رو بگیره، خونه H8 از کنترلش خارج میشه و ما با رخمون میتونیم حریف رو کیش و مات کنیم همونطور که قبلا گفتیم. و اگه با رخش وزیرمون رو بگیره، شاه خودش رو محدود میکنه به مهره‌های خودی که یعنی جایی برای رفتن نداره و همزمان رخ با رفتنش به خونه F8 خونه E7 رو از کنترلش خارج میشه و ما میتونیم به کمک اسب در E7 و رخ در H1 که ستون H رو کنترل کرده حریف رو کیش و مات کنیم. در اینجا با پوزیشنی سر و کار داریم که کمی پیچیده تر شده، ولی خیلی مهمه که درکش کنیم و به خاطر بسپاریمش.
طوری که میبینید اینجا ستون H باز شده و یک رخمون در H6 هست و یعنی رخ دیگه‌مون میتونه بره به H8 و به حمله ملحق بشه و این یک حمله خیلی خطرناک اگه دقت کنیم، طوری که در آینده رخ میتونه به H1 کیش بده و شاه مجبوره بره به G2 و با کمک رخ دیگه‌مون و پیاده ما در G4 حریف رو کشمات کنیم. ولی اینجا در نوبت حریف میتونه با اسبش در G4 نقشه هامونو به هم بریزه، چون بعد از رخ در H1 و شاه در G2 دیگه نمیتونیم رخ در H2 ببریم به خاطر اسب در G4 و یا حتی مات کنیم چون پیاده در G4 وجود نداره و شاه میتونه از خونه F3 فرار کنه. پس ما باید با قربانی وزیرمون و زدن اسب مزاحم حریف بازی رو ادامه بدیم و بعدش با رخمون در H8 به طرح خطرناکمون ادامه بدیم. خب الان الگوی ماتی مهیا شده و پیاده G4 مستحکم و در حال کنترل F3 هست و مثلا اگر رخ رو به F1 بره، ما با رخمون در H1 و کیش و شاه در G2 و با کمک رخ دیگه‌مون در H2 و میتونیم حریف رو کشمات کنیم. ولی اگه حریف با راندن پیادهش به F2 و یا F3 بخواد از طریق خونه F2 راه فرار برای شاهش پیدا کنه، باز هم فرقی نمیکنه، چون ما برای تکمیل الگوی ماتیمون باید بتونیم خونه F2 رو هم کنترل کنیم. فیل در C5 و کیش عالیه، چون کیش هست و یک تمپو موو نیز شده و شاه با رفتنش در G2 یا رخ در F2 در دو حرکت دیگه مات میشه. پس در چنین وضعیت‌هایی ما باید آمادگی‌هایی از قبل طراحی کنیم که قربانی کردن میتونه یکی از اونها باشه. خب حالا میریم سراغ الگوهای دفاعی که میتونه از مات شدنمون جلوگیری کنه بریم. ظاهرا در این پوزیسیون ما شدیداً با مشکل خوردیم، چون سفید مهره‌های فعال و در حال حمله داره، مثلا وزیر، رخ و فیل که همه در حال حمله هستند و تهدید اصلی آنها کشمات کردن ما در G7 هست. میبینیم که آچمزی در ستون G پیاده‌مون رو اجازه نمیده تا وزیر حریف رو بگیریم و منشأ اصلی این آچمزی در ستون G همون رخ حریف در G3 هست و اگر رخی در G3 نباشه ما میتونیم وزیر در H6 رو بگیریم و مات نشیم. پس با کمک وزیرمون در G3 و گرفتن رخ، هم پیاده G7 ما از آچمزی آزاد میشه، هم با وزیرمون از G7 دفاع کردیم و مانع مات شدنمون شدیم و هم اگه حریف وزیرمون رو نگیره وزیر رو فرار میدیم و یک رخ اضافی خواهیم داشت و اگر هم وزیرمون رو بگیره خب با پیاده وزیرش رو میگیریم و باز هم یک رخ جلو هستیم. در این پوزیسیون هم میبینیم که دوباره حریف تهدید مات کردنمون در G7 رو داره و ما نمیتونیم این بار با فرار شاه دفاع کنیم و یا حتی با مهره دیگه از G7 دفاع کنیم. ولی اگه بتونیم پوزیسیون رو ساده کنیم و یک از مهره‌های حمله کننده رو کم کنیم، واقعا خودمون رو نجات دادیم. پس ما با حرکت عالی وزیر در H2 آغاز میکنیم و حریف مجبوره با شاه وزیرمون رو بگیره و بعد ما با چنگال اسب در G4 و کیش و بعد گرفتن وزیر حریف در F6 هم قربانی وزیرمون رو جبران کردیم و هم هدف اصلیمون که دفاع از مات شدنمون بود رو به اجرا رسوندیم. و یه وضعیت خطرناک دیگه برای سیاه، چون حریف در حرکت بعدی و رفتن رخش در H8 ما رو کشمات میکنه و ما باز هم نمیتونیم از H8 دفاع کنیم و نه شاهمون راه فرار خواهد داشت. مثلا اگه شاه رو به F8 بریم، رخ حریف باز در H8 کیش میده و ما مات میشیم به خاطری که پیاده F6 خونه های E7 و G7 رو کنترل میکنه. ولی ما میتونیم با شکستن ارتباط بین وزیر و رخ حریف، مثلا رخ در H4 خودمون رو نجات بدیم، چون که اگه حریف با رخ یا وزیر رخمون رو بگیره در F1 کشمات میشه. پس تنها راه حل منطقی و درست رفتن وزیر در D3 هست که هم رفع کیش کنه و هم وزیرش رو نجات داده باشه، که بعدش با تعویض وزیرها و رخها این آخر بازی میتونه به مساوی ختم بشه.